إن المؤمن إذا كان بانقطاع من الدنيا مؤمن پیش از ترک این جهان، پیش از آن که او را از این حیات کنده میپرتویند، وإقبال من الآخرة در حالی که او قریب در آستانه این دنیای دو روزه قرار دارد، نزل إليه ملكان بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. در این وقت به نزد او دو فرشته فرود میآیند با چهره های زیبای پر از نور، چهره هایی که چون آفتاب. ومعهم حنوط من الجنة وأكفان من الجنة. آنها با خود بوی بهشت دارند و باز کفن از بهشت. عربیش را دیگر نمیگم تا که وقتتان را نگیرم. بعدا دوستان فرشته های این میت را در کفن میپیچانند و با خوشبویی ها دودش میاندازند و در پهلو فرشته مرگ قرار دارد و او به روح مؤمن میگوید: برا با خوشنودی الله برا به عیش و عشرتی که از پروردگارت خواهی یافت. أيتها الروح الطيبة. روح زیبای پاکیزه. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته است: روح مسلمان میبراید، یعنی فرشته مرگ روح را این طور قبض میکند که گویا آب از کوزه میریزد. یک تصور کنید، این آب است و از کوزه ریخته ایستاده است. نگاه کنید، آن نرم و هموار تازه و زیبا ریخته ایستاده است به یگان ترتیبی. كفي السقاء. من نمیدونم این در شما چگونه است، اما در ترکا این عادت شده است که ظرف را بلند میبردارند و آب را میریزند. این طور شما یگان مرتبه دیده اید؟ آب خیلی زیبا میریزد، او با مثل فانتن فواره ریزان است و گفته می شود که روح نیز همین طور با مثل آب میبراید. این دو فرشته با فرشته مرگ اجازت نمیدهند که مدت دراز روح را نگاه دارد. به قدر امکان آنها روح مؤمن را از فرشته مرگ میگیرند و او را با کفن و با بوی بهشت آرام میدهند. بعدا آنها با روح به آسمان ها میبرایند. به نزد هر یک فرشته که آنها میگذرند و آنها در همه جا قرار دارند، در زمین، در بین آسمان ها، در همه جا آنها بشمارند و هر یک فرشته یا اینکه گروه فرشته ها در حالی که این روح را میبینند پرسان میشوند: من هذه الروح الطيبة؟ این روح زیبا از آن کیست؟ و فرشتگانی که او را برده ایستادند میگویند: این فلانی فرزند فلانی است. بهترین نام را میگویند که او را در حیات دنیوی فریاد میزدند. بأحسن الأسماء الذي كانوا يسمونه بها. فرشتگان به روح سلام عرض میکنند و اکنون آنها به سطح اولین آسمانی میرسند، یعنی که به یکم دروازه. این آسمان اول دارای دروازه می باشد. تنها الله میداند که این چگونه است و طبیعت آنها چی است، اما این دروازه است. ما درباره کائنات، درباره سوراخ‌های سیاه، درباره ستارگان چقدر میدونیم؟ ما حتی یک قسم خرد را نمیدونیم. در آنجا چی است؟ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الله میگوید که آفرینش و ساختار کائنات و زمین نظر به بدن انسان مشکل تر است. فرشتگانی نزد دروازه اول نیز پرسان میشوند: این روح زیبا از کیست؟ و آنها در جواب نامهای بهترینش را گرفته فلانی پسر فلانی جواب میگردانند. بعدا خواهش کرده می شود که دروازه برای این روح باز شود. دروازه باز می شود و با پیش حرکت کرده آنها به نزد دروازه دوم می رسند و هر یک مرتبه در حال واخوری با گروه فرشتگان همه سخنهای بهترین پیشتره صدا داده می شوند. تصور کنید شما کمی پیش دنیا را ترک کرده اید و شما را موجوداتی که از نور آفریده شدند پیشواز میگیرند. در آنجا تاریکی، ظلمات، نفرت وجود ندارد. شما را میشناسند. شما در بین این موجودات عظیم مشهور هستید. این موجودات زیبا که ما آنها را هیچگاه ندیده ایم، هیچ شخص نمیتواند آنها را بیند و اگر الله با توسط رسولش به ما این سخنها را نمیرساند، ما هیچگاه در این باره حقیقت معلومات پیدا کرده نمیتوانستیم. ما تنها آنچه را که الله و رسولش به ما گفتند میدونیم و ایمان آورده ایم و از آن جمله درباره آن چیزی که پنهانند و ما آنها را دیده نمیتوانیم.
ادامه داده گفته می شود در حالی که آنها در نقطه بلند می رسند در بعضی حدیث ها آمده است که الله سبحانه و تعالی به آنها می گوید این راه را ببرید تا که مال و ملک خود را در بهشت ببیند و بعدا در وقتی آن که بدن الکی تیار است برای دفن کردن الله سبحانه و تعالی به فرشتگان امر می کند که راه را به جایش برگردانند. این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ادامه داده می شود. الله می گوید او را به قفا برگردانید. فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم منها نخرجهم از زمین ما بدن آنها را آفریدیم، به زمین ما آنها را برمیگردانیم و از همان زمین نیز ما آنها را باز زنده میگردانیم. روح را با بدن برگردانید او باید در سوالهایی که در قبر داده میشوند جواب دهد و آنها روح را با بدن برمیگردانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است بعد از این به نزد شخص دو فرشته می آیند. منکر و نکیر. در زبان عربی این کلمه ها معنایشان نامعلوم و نامعلوم تر می باشد. منکر این معلوم نیست که آن چگونه است. نکیر این از نامعلوم بیشتر نامعلوم است. منکر آن است که هیچگاه درباره آن فکر یا تصور کرده نشده است. نکیر آن است که هیچگاه معلوم و شناخته نشده است. دقیق این نمود سخنها را پیامبر صلی الله علیه و سلم استفاده برده بود. منکر و نکیر آنها را با سخن تصویر کردن ناممکن است. شکل آنها بینهایت دهشت‌آور است. گفتن غیر امکان است که آنها چگونه اند. ما تنها میگوییم اینها بعضی موجودات میباشند که با آدمان مثل مانستر به نظر میرسند. آنها خیلی دهشت‌آورند. منکر و نکیر هم به مؤمنان و هم به بی ایمانان دهشتناکند، اما فرقیت وجود دارد. الله در قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يثبت الله الذين آمنوا منكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه و تعالی شخصان را که به او ایمان آوردند در ایمانشان قوت میبخشد و او سوار میسازد و به شما در حیات پس از مرگ قوت میدهد. یعنی در قبر و در روز قیامت شما نخواهید خواتیر شد و ترسید. اینک این دو فرشته می آیند، شخص را بیدار میکنند و سه سوالش میدهند. من ربک؟ پروردگار تو کیست؟ و ما دینک؟ دینت چگونه است؟ و ماذا تقول بالرجل الذي بعث فيكم؟ درباره آن شخصی که به شما همچون پیامبر فرستاده شده بود چی میگویی؟ در دیگر حدیث باز یک سوال دیگر نیز می آید، کتاب تو چی کتاب است؟ و مؤمن جواب میدهد پروردگار من الله سبحانه و تعالی می باشد. من به او باوری دارم و به او عبادت میکنم. دین من اسلام است و آن شخص پیامبر من است. من درباره او شنیدم، باور کردم و پیروی کردم. و فرشتگان میگویند خواب رو، استراحت کن. آن چیزی که روح میدهد برای تو بهتر است ای روح زیبا. بعداً به روح میگویند تا که به طرف چپ نظر کند. از دروازه های کمی باز شخصیت آتش دوزخ را میبیند که خود از خود سوزان است، جای دهشتناک. و فرشته های منکر و نکیر یا اینکه دیگر فرشته هایی که در آنجا خواهم بود به او میگویند بایستی همه این با این نیز نظر کن. به شخصی که در قبر است گفته می شود این جای تو می باشد. الله این جای را برای تو آفریده است، اما از سبب که تو اطاعت الله سبحانه و تعالی را انتخاب کردی تو خود را از این جای دهشتناک آزاد کردی و تو هیچگاه به این جای داخل نمی شوی. بعداً این دروازه ها پوشیده می شوند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفته است هر یک شخص جای دارد، یا در بهشت یا در دوزخ. آن چیز را که کاری دید حاصل همان را می گیرد. بعدا آنها دروازه های طرف راست را باز می کنند و روح بهشت را می بیند، قصرها را، زیبایی ها را و روشنی ها را. آن چیز را می بیند که باور کنید بیان کردنش دشوار است و با شخصیت این همه معقول می شوند. با او می گویند انا، این آن است که تو را انتظار است. تو سزاوار این جای هستی و تو به اینجا وارد می شوی. این مکان تو است. همین که این را می بیند پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید شخصیت در قبر دعا می کند. او می گوید اللهم ربی اقم الساعه، یا ربی اقم الساعه. ای پروردگار من بگذار حیات به آخر رسد.
بگذار حیات به آخر رسد حتى أذهب إلى أهلي ومالي. تا اینکه من توانم با عائله خود و قسمت زیادی از بهشتان باشم. من میخواهم به آنجا وارد شوم. لطفاً این حیات را زودتر به آخر رسان. شخصیت این سخنها را برای دیده خود میگوید. در دیگر حدیث همین طور نیز صحیح گفته می شود که در آن حالتی که آنها هنوز در قبر هستند، قبر همون قدر پایین‌تر شدن میگیرد که با پوری چشم دیدهش می شود و پر از باغ‌های بهشت می شود، چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کرده است. وهو إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. قبر برای میت باغ از باغ‌های جنت است، یعنی که غار از غار بهشت. و بعد از این به نزد شخصیت کسی می آید. او در پهلوی میت می نشیند. چهره او از طبیعت خوب و دوستانه می درخشد. میت به این کسی می گوید تو کیستی با این چهره نیک نور پوشیدگی. این نیز در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کرده می شود. فوجهك الذي يجيء بالخير. چهره تو خبرهای نیک را وعده می دهد. شما می دانید وقتی که شخص به نزدتان با یک تبسم می آید و شما می گوید ای دل من برای دیدار تو باز شد، تو با من خبر نیک را می گویی، حمد و ثنا می کنی و مرا با خوشخبری خوش می کنی. وضعیت مقابل وقتی که شخص به نزد شما با یک چهره غمگین می آید، الکی معلوم می شود که این شخص خبری بد را به شما گفتنی است. این کسی به نزد میت با خبر خوش می آید و میت پرسان می شود وجهك الذي يجيء بالخير. تو کیستی؟ چهره تو چهره است که با این چهره تنها خبر خوش آورده می شود و این کسی در جواب می گوید أنا عملك الصالح. من این کارهای نیک تو هستم، عملهای درستت. نظر کن من با چگونه شرکت به نزد تو آمدم. این کس باز می گوید And he says أنا لا أفارقك أبدا. من تو را ترک نمی کنم، من در اینجا با تو می مانم. در حدیث که از پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما رسیده است ذکر کرده می شود که الله سبحانه و تعالی با بندگانش در وقتی در قبر بودنشان از همه نزدیکترین خواهد بود. در آن وقتی که در نزدت نه دوست نه خویش و تبار از این حیات، الله خیلی با بندگانش نزدیک خواهد بود و بندگانش را غمخواری خواهد کرد. برای همین وقتی که شخصیت وفات میکند، مثلا شخصی از عائله‌تان یا اینکه دوستانتان، همه وقت در خاطر دارید که هیچ کس و هیچ چیز او را دستگیر نکرده است، او را به زندان انداختند، او را نربردند. او را الله مهربان به نزد خود گرفته است، اونه که هم تو را هم او را آفریده است. از این رو او در دست خوب است انشاءالله. لایحه حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم را دستگیری کنید و در این کار نیک شریک شوید انشاءالله. در شبکه ابونه شدن را فراموش نکنید، زیرا در شبکه ابونه شدن شما نه تنها به خود یک چیز نمیگیرید، شما از آن شخصانی میشوید که دینمان را پنهان میکنید.